وقتش رسیده خلیل که جبران گناهایت بپردازی. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, барои бемории псориаз ё ба қувват кардани мардонагӣ ё бемории пӯст ва инчунин доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо ба шумо ҳатман кӯмак мерасонад. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. زود باش خلیل، خود از این عذاب نجات بده. اجازه بده چنار خانم به اولاداش برسه و تو به آرامش روحی. اجازه بده بیاده. چند قمره ما بیا بابا. چی میکنی دست ما ایلاکو؟ زیاد گپ نزن را برو. دیوانه شدی بیادر، تو کی هستی؟ از ما چی میخوایی؟ آقا ترگت برات یک پیغام روان کردم. با آقا ترگت سلام برسان، برش بگو ناق تو را به زحمت ساخته. باور نمیکنی؟ صبر که پیام ببین. کم مونده، چند دقیقه بعد میایی دختریم. بعد از او همه چیز معلوم خواهد شد. عمر بچه، شغلتان بسیار مشکل است. خداوند کمکتان کنه. در کار وکالت ها میگن سختی وجود داره. او اون وقتی که باید عدالت برقرار کنی خب بسیار سخت است، اما ما وظیفه خود انجام میدیم. آرام باش بابا جان. خدا میفهمه که امروز چه قسم دعوا روبرو میشین، از دعوای طلاق تا جنایات خطرناک. چی چیزایی را میبینین؟ هنوز همون گپ مادر من به یاد دارم که میگفت بزرگترین دشمن انسان نزدیکانش میباشه. بچم تو دا اونجا چی میکنی؟ وقتی که اولاد آدم چیزی شد با زیاد خفه میشیم. خدا هم میفهمه که چقدر اولادا هستن که جبران گناه پدر و مادر خدا میپردازن. حالا دیگه تو برام بگو چی دیدی؟ البته که متونن بسیار قضیه را پیش بردیم. خداوند هیچ کس از خانوادهش دور نسازه. از خداوند سپاسگزار هستم که هیچ وقت تا امروز خانوادیم سرم خم نساخته. اما نهایت کوشش خودم میکنم تا با خانواده خود یک بچه خوب باشم. خداوند مرا نشرمونه. بچه تا میبینی چطور خود الا کرده بابا جان. بچم تا پیش از او چی میکنه بگو برام. چی میکنی احمق؟ الا کروش سفید. بگو بچم کجاست؟ او به وجدان پس بچه و کجا برده زود شو بگو. گپای ناقتا کم که بیا که بره. تسیز برو. ازت خوشم آمد جوان. اپک بسیار یک شریک خوب انتخاب کرده. من مطمئن هستم که با هم کارهای بزرگی خواهد کرد. انشالله. فکر کنم هوا کمی سرد شد. اگر خواسته باشی که داخل بریم. شاید خانم‌ها هم قهوه‌های خود نوشیده باشند. تو برو، من زود میایم. دقیقه گرم آمده بودم فراموش کردم. باید یک زنگ بزنم، به خاطر مسائل کاری مهم است. زیاد طول نمیکشه. معذرت میخوام. استغفرالله. میفهمم که کار مهم است، نباید منتظر شم. حق با توست. اگه با یک ناخون بچه مام ضرر برسانین تمام شما را از بین خود بردم. فهمیدی که چی گفتم احمق؟ قسم میخورم که یکی تانم زنده نخواد ماندم. آرام باش پیرکی، سر خودت قفشار نیار. مرا همیال پیش بچیم ببر، عجله کو. بفرما بیادر. ترگوت بیادر. اگه با بچیم ضرر برسانی تو را زنده نخواد ماندم ترگوت. شنیدی که چی گفتم؟
جانت میگیرم قسم میخورم بالایت رحم نخواد کدم آقا ترگوت گپ فهمیدی؟ آرام باش آقا خلیل. تو ایران شدی نه؟ چقدر جالب است. بچه تو همراه خیاشنه من شریک بوده. تو چی میگی لعنتی؟ عمر همراه خانواده تو چی کار داشتم میتونم؟ با مرور زمان میفهمی، تشویش نکن. امروز کمی وقت داشتم، خواستم همراه عمر از نزدیک معرفی شم. هرچی نباشم من از زندگیش نجات داده بودم، اما تو نیست؟ ماشاءالله بزرگ شده، یک وکیل لایق شده. تلفن با عمر بده. مزاحمش نشو. فعلا در میز غذا 6 تا با هم نان میخوریم. امروز بچه‌تون مهمان خانه ماست. اگه از آمدنش خبر میبودم باسترام میخواستم. چیزی که در خانه از برش پخته کردیم. ای بار خلیل جان تو نبودی، اما بار دیگه تو رام خبر میکنم. امرای ما بازی نکن ترگوت. این موضوع مربوط خود ما میشه. نمیخوایم که عمرم در این موضوع دخیل بسازی. آره دیگه خوب گوش آقا خلیل. با آرامی گفتم اما نفهمیدی. اگه دهنت باز کرده چیزی بگویی و یا امرای خانم چنار کدام گپی بزنی، باز قسم میخورم که عمره از بین میبرم. حال وجدانت در پله ترازو بان. کدام طرف سنگین تر است، بچت یا چنار؟ دیگه چقدر منتظر باشیم؟ حال میایه دخترم، بایدم بیایه. برش زنگ بزن که بیایه. زنگ زدن نمیتونم. چرا؟ تو تلفن نداری؟ وقتی که برات زنگ زده بود باید شمارش میگیره. شمارش نامد دخترم، از شماره مخفی زنگ آمده بود. یعنی که از شماره مخفی زنگ زده. خوب است منتظر میباشی. اگر نمیامد با زنگ نمیزد دخترم. میایه سهر. گفت که تو بیگناهی، کل چیزا برات میگم. نرو دختر، نمیری همتون سهر. خواهش میکنم چند دقیقه دیگه منتظر باش. من هم از آب یاد ندارم آقا خلیل. من حتی بیادر خدا از بین بردیم. فکر میکنی به بچه رحم میکنم؟ به خاطر راحت شدن وجدانت ارزشی داره که بچه جوان خود زیر خاک کنی؟ گفتم همه قدر بود. گرچه تصمیم به دست خودت است، یا اولادت یا وجدانت. بس است، من میرم دیگه. بله از خدا دخترم نرو لطفا. ببین میفهمم که سرم باور نداری، اما خلیل میایه. لطفا دخترم کمی صبر کن. من 20 سال منتظر این روز بودم، دقیقاً 20 سال. حالا اگه 1 ساعت به خاطر من انتظار بکشی زیاد است. فقط 1 ساعت. لطفا دخترم چیزی از دست خود دادی؟ فقط بر 1 ساعت در اینجا منتظر میباشی. قسم میخورم که هیچ گپ نمیزنم. من قدر سالا منتظر ثابت ساختن بیگناهیم بودم. لطفا این خوشی رو ازم نگی دخترم. درست است، اما فقط 1 ساعت. او میایه تو خود دیدی. چند دقیقه بعد میرسه. حالی هم سر وقت است بیرکی. آقا ترگوت مذاق نمیکنن.
سال منتظر این لحظه بودی، اما من تمام طفولیت و جوانی خودم به خاطر او یک جمله تباه ساختم. منتظر بودم کسی بیایه و بگویه که مادرت قاتل نیست، اما قسم نشد. هیچ کس مرا از این کابوس بیدار نساخت. و بیگناستم سحر. کی را دیدی که گناه خدا قبول کنه و حاضر شود جزا ببینه؟ کلگی میگه بیگناستید، کلگی ایره میگه. باور کو که بسیار زیاد میخوایم که این خلیل نام بیایه و بشینه و بگویه که دختر مادرت بیگناست. بسیار زیاد میخوایم اما نیست دیگه، نیست مادر. هیچ کسی نمیاره که این گپا بزنه. 20 سال میشه که با این کابوس تخت زندگی میکنم. ما جان پدرت نگرفتیم دختره. خداوند شاید است که ما این کار نکرده. تو پدر ما را از ما گرفتی، ما را به همیش بی پدر و بی مادر ساختی. آینده ما را، خوابای ما را، طفولیت ما را از ما گرفتی. ای کاش چیزایی را که گرفتی تو ما را داده میتونستی باز اون وقت یک دست تمام عمرمون نظر میماندم. اما میفهمم که نمیشه دیگه، هیچ کسی نمیاید. درد ما هیچ وقت خلاص نمیشه. مادر ما یک قاتل هست و این حقیقت هیچ کس تغییر داده نمیتونه. هر دخترم لطفا نرو، سرمایه بمات کن. بسیار نوقت شدم مادر. روزی که جان پدر ما را گرفتیم ما را از دست دادیم. سهر دختره، قدر نگو جانم. کاش که واقعا همون وقت میبردی. همراه تو یک جا این افرادم در قلب ما دفن میشد. چرا به زندگی ما داخل شدی؟ چرا؟ دیگه چی نمیخوایی از ما بگی؟ سهر نرو دختره. صدقیت شواب نرو. سهر و پدرتان از بین نبرده، ما او را دوست داشتم. سهر ما مذاق نمیکنم آقا خلیل، ما حتی بیادر خود از بین برده و بچه تو رحم میکنم. به خاطر راحت شدن وجدانت ارزش داره که بچه خود زیر خاک کنی؟ گفتنیم همه قدر بود. تصمیم به دست خودت است، یا اولادت یا وجدانت. کجاستی بچیم؟ به خانه خواهر پک آمدیم. زنده باشن، به غذا دعوت کردن. بله پدر، میشنوین؟ میشنوم بچیم، میشنوم. اگه نانتا خوردی باز کوشش کنی که زودتر به خانه بیایی. چی شده پدر جان؟ کدام مشکل است؟ نیک مریض هستین؟ چیزی نشده بچیم، فقط خواستم ببینمت. درست است، تشویش نکنین. زیاد نه وقت نمیکنم و میایم. باز پدر و بچه قصه میکنیم. عمر، پیش از آمدنت خبر بتی. میشه که به دکان بیایی و با هم یک جا بریم بچیم. درست است، زنگ میزنم پدر جان. خداحافظ. میبخشین، پدرم به تشویش شده بود. پدر هست دیگه. اولادش هر قدرم که بزرگ باشه بازم تشویش میکنه. ماشاءالله، معلوم میشه که با هم رابطه دوستانه دارین. زنده باشین. خداوند پدر ما هم طولانی بده. بعد از وفات مادر برم هم پدر بود و هم مادر. خب
فکر میکنم همگی سیر شده. خب دیگه بخیزیم. جانان تو هم قهوه آماده کن. بیا که اینجا بشینیم عمر جان. باید رسامیای خودم نشان بدم کاکا. البته که نشان بده بسیار خوش میشم. دورو جان فعلا وقتش نیست جانم. قند خالش بیا اینجا، اونا را اذیت نه. این قسم چطور امکان داره؟ بانن که ببینم مام زیاد مشتاق هستم. حالا دیگه قندولک بیا. ببینم درو خانم چی رسم کده. اوه شادخ تو چقدر با استعداد هستی. واقعا بسیار عالی است. تمامش تو رسم کردی؟ بسیار مقبول است. اینا را خودت رسم میکردی؟ این کدوم رنگ است؟ رنگ سرخ؟ نخیر این رنگ سرخ است. خواهر خوش آمدی. رسامیات بسیار مقبول است قندم. سحر دخترم خوش آمدی. خوش آمدی دخترم. خوش باشین. مادر ببینی عمر پیادر من. خوش آمدی. خوش باشین. جانان غذای سحر آماده کو. نه خیر کاکا گشنه نیستم. به اجازهتان به اتاقم میرم. درست است دخترم، هر قسم که خواسته باشی. خواهر تو خوب هستی؟ خوب هستم اسما، چیزی نشده. خواهر تو هیچ خوب معلوم نمیشی. گفتم چیزی نیست اسما، خوب هستم. کجا رفته بودی خواهر؟ ضرورت تنها مانده بودی؟ کار داشتم باز رفتم دیگه. چی کار داشتی؟ نه که به دیدن ارجمند رفته بودی؟ ارجمند چی اسما؟ گفتم که کار داشتم، گپ نزن. اسما دخترم زیاد بالای خواهر فشار نیار جانم. اما خانم و کاکا متوجه درو باش، من امرای او گپ میزنم. حالا دیگه دخترم آقا ترگوت با اجازهتان ما میریم دیگه. اما هنوز قهوه ننوشیدیم. کدام وقت دیگه می نوشیم باز؟ بعد از این زیاد خواد دیدیم عمر جان. انشالله. مام همراهیت میایم. درباره دوا نظرت میخوایم عمر جان. کدام دوا؟ او زیاد مهم نیست، اما تو همراه اسما بیرون بودی، باز یک دوای جدید آمد، نتونستم تصمیم بگیرم که دوا را قبول کنم یا نه. قهوه ما را بیرون مینوشیم، یک قسم خوب خواهد شد. عمر بیادر زیاد خوشم آمدی. یکان وقت اینجا بیا درسته. مام از تو زیاد خوشم آمد شادخت. تا هم باز با دفتر بیا. خانم اسما را بگو حتما میارید. درو جان حالا دیگه اجازه بده که ما بریم. آقا ترگوت بازم بسیار زیاد تشکر. وقت خوش. وقت شما خوش. بچیم؟ مادرم یال بیرون شد. پیش از اینکه به خانه بیایم همراه پک درباره یک دوا گپ میزنیم. شما منتظر نباشین، خانه برین. درست است بچیم، اما ناوقت نکنی. درست است پدرجان. چی شده بیادر؟ نه که دلار قصدار هستی؟ هیچ خوب نیستم. برات یک چای تازه میارم بیادر جان. باز خوب خود شدی خلیل بیادر. خلیل 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 بیرون شو. تو خلیل هستی؟ نه خواهر جان خلیلی چی؟ خلیل خلیل
بیزر تو خلیل هستی؟ خوار تو چی میگی؟ ولی از خدا بگو که خلیل هستی. خلیل ولی از خدا نشان بده لطفا. خواهش میکنم چیزی بگوید. هیچ کدام در او آدم نمیشناسین ها. برم بگوید که او کجاست. من میگناستم این آمدم و ما آمدم. خلیل قربانتان شوم لطفا ولی از خدا نشان بده. خلیل ببین یکانه امیدم تو هستی. من از این درد و رشت نجات بده. میخوام که درد دیگه تمام شود. میخوام که اولادم مرا دوباره مادر بگوید. یکانه امیدم تو هستی. تو کی هستی؟ هر کسی که هستی بیرون شد بیا. خلیل بس از دیگه سهر گریه کده خدا به چی حالت رساندی؟ چی شده؟ برام واضح بگو. امرای خلیل گپ زده تانستین؟ گپ چی خانم و کاکا؟ خلیل ملیل نامد. او زن بازم مرا فریب داد. دلم کمه امید پیدا کرده بودم که او زن یعنی مادرم بکنه است، اما کارش ناق بود. با وجود این همه کارا هنوزم میگه که او بکنه است. خانم و کاکا والا چی بگویم دیگه؟ حتی ماما ایران شده. ماما همه قصدا بگه پاش باور کرده از پشتش رفتا. بالای خود زیاد قهر هستم. خدا زیاد احمق فکر میکنم. او همراه من بازی کنه. خانم کاکا خدا میفهمه شاید کسی را پول داده باشه که او را بگناه ثابت کنه، اما او هم به دادش نرسید. از این قسم مادر کده هیچ نباشه. من این قسم مادر را نمیخوایم. خواهر اگه هنوزم در اینجا هستی، اگه صدای من میشنوی، اگه کامیاب در دلت رحم وجود داره، باز لطفا خدا نشان بده. من بیگناستم خلیل. خلیل یگانه امیدم تو هستی. بیا خواهر بیا خدا نکرده ضعف خواد کردی. بیا بلند شو. بیا همراه ما. بیا خواهر آرام باش. بشی امیده. سهر چی شده؟ خواهر کی را بددعا میکردی؟ نگو شوهر لعنتیت باز کدام کار کرده؟ مهم نیست، تو در قصهش نباش. من امرای خود گپ میزدم. راست بگو خواهر، اگه او شوهر لعنتیت باز کدام کار کرده باشه؟ اسما جان ده هر کار مداخله نکو. در بین زن و شوهر هر قسم گپ میشه. اینا خواشتی میکنن، اما در بین نام تو بد میشه. چطور یعنی؟ شوهرش گفت هر کار شنادیده بگیریم خانم و کاکا؟ اجازه نمیتم از این بیشتر خواهر من ناراحت بسازه. شما هم زیاد طرفداری او را نکنین خانم و کاکا. یک شوهر خوب هیچ و خانم خود غلط نمیکنه. توبه امرت گپام زده نمیشه. من هیچ کار ندارم، هر کاری که میکنی بکو اسما. بگه پای گوش نتی خواهر. خانم کاکایم که در زندگی از دست کاکایم لط خورده. نمیفهم لط کوب کردن یعنی چی. تشویش نکن.
ما همیشه همراهت هستم. اگه خواسته باشی دوای طلاق باز میکنیم، سرپرستی درو را میگیریم. خواهر جان لطفاً گریه نکن. مرا تنها نسما. لطفاً قسم نکن. باور کن ارزش نداره. من میخوایم تنها باشم. کسی که شماره شخصی زنگ زنه باشه پیدا کردن نمیتونه بیادر. چی بفهمم؟ اگه پیش پلیس برم بازم رم کمک خود کرد. نه خیر خواهر جان، پلیسی کارا نمیکنه. یعنی هیچ کس نمیتونه. خب چطور پیدا کنم؟ برم زنگ زد گفت کل چیزا میخوایم برات بگویم، اما حال او کجاست؟ بیبی خواهر جان، اینجا استانبول است، شهر بزرگ است. چندین سالم که به پولی پیدا کردن نمیتونی. قسم به خودت هم زیاد ضرر میرسونی. بیبی خدا جگرخون نساز، خوب نیست. خب از پشت هر خلیل نام خور رفتن همیشه. خدا نخواسته کدام بلای سرت نیایه. کل آدم ها خیلی قسم نیستن. به هر صورت من دیگه میرم. میبخشن که شمارم ناراحت ساختم. استغفر الله خواهر جان. کسر کوزان می پالا تو هستی نه؟ بله من هستم. او خلیل من هستم. فکر نمی کدام قسم باشی. این چه قسم به وجدانی است. ندیدی که او خانم به خاطر پیدا کردن تو در چی حالت بود؟ او خانم تو در چی حالت قرار داده بودی؟ چرا هم روش کمک نکردی؟ فکر کردی من نمیخوایم. او عذاب وجدان نفسهای من میگیره، اما نمیتونم بیادر. به خاطر نجات دادن بچیم باید این کار کنم. نمیتونم اجازه بدم که من از خاطر من از بین بره. مجبور هستم که این گناه ها را همراه خود به قبر ببرم. خدایا بالاخره از یه غم راحت شدم. خلیل به اندازه ترساندم که دیگه حتی کوششم نمیکنه به چنار نزدیک شوه. با همیشه دهن خدا بسته میکنه. چانس ما را بیبی که بچه خلیل دوسته اپک برامد. امی که بچه شبی بینه باز ما با یادش میاییم. هیچ وقت زندگی او را در خطر نمندازه. سحرام امروز بسیار زیاد جیگرخون بود. قسم معلوم میشد که زندگی به تنگ آمده باشه. خانم چه نارام گریه میکنه. ای کار حل کردیم. چنار خود دیگه خلیل نمیبینه نه؟ نه خیر جانم، امروز درس خدا گرفت دیگه ای جرأت نمیکنه. باز خواد دیدی قسمی که از مالاتی آمده بود دوباره برمیگرده. کاش که واقعا بیگناه می بودی. باز وقت درد این سالا را فراموش کردم میتونستم، اما بازم به چشمایم دیده برم دروغ گفتی. یک بار دیگه دل مرا شکستاندی. کاری را که 20 سال پیش کرده بودی حالا من انجام دادی. دختری هنگانم جانم، تو گریه نکن. راست از طرق دیدرمت. مادرت بگناست فهمیدی؟ مادرت هیچ کاری نکرده. برد وعدم میتم که زود پس برمیگردم. اینا دیگه مادر مثل تو را نمیخواید. مادر لطفا نرو.
قاتل دروغگو. دیگه در اینجا بودن نمیتونی. از این خانه گم شده برو. زندگی ما را تباه کردی. البته که میبرم تا جانا خاله. دل دوماری دختر مقبول خوردرکه کی مشکنانه. همگی ما یک جای بریم. کوکایم شون، مامایم شون، خاله شام بیایه. هر قسم خواسته باشی نوز خاله. ازش خواهش میکنم اگه خواسته بود تا دروم همراه خود میبریم. من خاله شرف بسیار زیاد دوست دارم. همراه بازی میکنم، برام قصه میگم. انشالله که تکن نره و همراه ما باشه. انشالله یک دانیم. دختره لطفا این کار نکن. تو یک قاتل دروغگوی هستی، اما شاید بیروی نباشی در جایی که کسی نمیخواید بمانی. حالا دیگه از اینجا گم شو برو. یک گلاس دگان بده. بچه‌م چه قمی نوشی؟ من هنوز گلاس اول خلاص نکردم. تو که خلاص نکردیم هم ننوشم. اگه قسم بنوشی با زمین جزاف خود کردی. سر ما دیگه قگب نزن بچه‌م. اگه دای با طلا می نوشی بنوش، ما با خاطر خوبی تو فکر میکنم. اگه قسم ادامه بدی گنگس میشی رفیق. بچه لطفاً امروز وقت بیا. پدرت در خانه منتظر است. تو مثل فامیل مخه گپ مفسرم نزن. میخوایم خوش bاشم. آمدم که کمی برام خوش بگذره تو مرا راحت نمیمانی. باندگه رفیق. Şimdi ayrıldık, özledim seni. Geçer sanmıştım aylar geçti. حالا دیگه لوازمت بگی و از اینجا برو گم شو. دیگه نمیخوایم اینجا بیایی. دختره من بیگناهستم. خواهش میکنم سرم اعتماد کن. البته بیگناه هستی. بیازو پدرم تو نکشتی. 20 سال زندانی نشدی. من این همه را ناحق میگم. کاش که میتونستم خلیل پیدا کرده پیش رود بیارم که تمام حقیقت ها را برات بگویم. بس هر دقیقه خلیل گفته میری. با اونام کسی نیست. پشت شیلا کو. او دیگه نیست. تا حالا به مادر زندگی کردیم. بعد از یوم زندگی میکنیم. از تو کدم هم مادری خواهر برادر خدا کردیم. حتی اگه من قبولت کنم اونا قبولت نمیکنن. خاله عایشه، بسیار جگرخون شدم که شما را نتونستم ببینم. خدا را شکر. حالا دیگه داخل بریم. خبرای خوش براتون دارم. من دیگه باید برم بچه. شما یک جا با هم وقت خوش داشته باشین. نمیخوایم مزاحمتان شوم. این قسم امکان نداره. شما عضو خانواده ما هستین خاله. در ضمن اقارب خانم کاکای هستین. حالا دیگه داخل بریم. زود باشین.
نمیتونم بچیم. تو را نادیده گرفته نمیتونم. خداوندا نفس ما بگی مرا از درد نجات بده. این چه قسم یک امتحان است. دیگه توانایی برم نمانده. قند ماما این توفام از تو است. از مامای تشکر کجا نه؟ تشکر ماما جان. خواهش میکنم قند ماما. بفرمایین کاکا ایام از شماست. چرا خدا به زحمت ساختی؟ پول خدا مصرف نمیکردی بچین؟ ای قسم نیست کاکا، ای حق شماست. باید ای مصرف میکردم کاکا. خواستم از موش خود یگان چیز به خانوادیم بگیرم. این کار مرا بسیار خوش میسازه. در ضمن این روز یک روز پر خاطره باقی خود ماند. زنده باشی بچیم. تشکر. خب خانم کاکا ایام از شماست. گرچه بسیار ارزان است اما امیدوارستم خوشتان بیایه. زنده باشی جانم. امی که در فکرت بودم کافیست. خب خانم اسما با کتاب فروشی رفتم. گفتم یک چیز جدید بگیرم. باز اونام ای را برم دادن. گرچه میفهمم کتاب دیگران تمام نکردی اما بازم شانس خود آزمایش کرده ای را گرفتم. بفرما. تو خوب سرمریش خندی کن. وقتی که مشهور شدی باسمان پیش روی همه بگم که تو در طفلیت چی میکردی، درسته؟ بسیار تشکر بیادره که قندم. خواهر عزیزم، شما هم مادر هم پدر همه چیزم هستین. از خود که زیادتر به فکر شماستم. ما هر کاری که میکنم بازم حقتان ادا نمیتونم. بفرمایید ایام از شماست. چتنه یک دانیم همی که تو خوش و صحتمند هستی همی برم کافی. حتی اگر فوتبالر مشهور شوی یا که یک ترکاری فروش شوی بازم من بالای افتخار میکنم. بیادر قندم. خالایشه بفرمایین ایام از شماست. بابام گرفتی؟ البته که گرفتم. قبلا هم گفتم که شما عضو همی خانواده هستین. در ضمن اقارب دور نزدیک نداره دیگه. شما عضو همی خانواده هستین. اگه به خاطر مریضی هم آمده باشین بازم با هم معرفی شدیم. انشالله که قسمت ما بوده. بفرمایید. زنده باشی بچه. خب حالا دیگه توفایتان باز کنین و ببینین. بچه
تبریک باشه. سرت افتخار میکنم. خداوند روز بعد برات نشان نده. همیشه کامیاب و موفق باشی. آمین خاله جان، آمین، انشالله. هر قدر بالایت افتخار کنم بازم کم است. کوشش کردی، زحمت کشیدی، سختی ها را دیدی و با او تیم داخل شدی. آفرینت بچه. زنده باشین کاکا، فعلا شروع کارم است. راستی استاد قبلیم گفت که اگه خدا بتانم ثابت کنم با 2 سال دیگه دستی تیم بزرگ را خواهد یافتم. حتی میتونم در تیم ملی انتخاب شوم. البته باید بسیار زحمت بکشم و کوشش کنم کاکا. میتونی بچه، من بالایت اعتبار دارم. انشالله. مادر کلانم زنگ زده. بله مادر کلان. چتن بچه تبریک باشه یک دانیم در تیم انتخاب شدی ها. تشکر مادر کلان، زنده باشه. ترگوتام زیاد خوش شده باشه. آفرین بچه، سر کاکایت از فخر بلند ساختی. بله همگی بسیار خوش هستن، به خصوص کاکایم. کل ما با هم اینجا هستیم و جشن گرفتیم. خواهرم و دروم هم اینجا هستن. راستی مادر کلان شاید شما بشناسین خالایش از مالاتیام. بته کم مامم راش گپ بزنم، پشتش دخ شدیم. بله مادر جان چطور هستین؟ چتن چی میگفت دختره؟ گفت آیشه آمده از مالاتیا. ما او را میشناسم جانم. نه خیر مادر جان، شما از کجا میشناسینش؟ یک دوست دوران مکتبم است، حتی خودمون به سختی شناختمش. به هر صورت خوب شد که امرایت گپ زدم. ما میخواستم برات زنگ بزنم. او چنار در اینجا خوب از چشمت نخورده؟ از زندان آزاد شده؟ مادر من از کجا بفهمم؟ ما مثل شما آخرین بار در قبرستان دیدمش. بعد از اون نمیفهمم که کجا رفته و چی میکنه. بیبی اگه در اینجا می بود من ازش خبر میشدم جانم. راست بگو امرای تو خو استانبول نرفته نی؟ نه خیر مادر، چرا بیا جراتی کارا که میتونه؟ دزم ترگل جان اجازه که میته او را از بین میبرم. چند بجه شد هنوزم قدرت نامد. کدام خبری ازش داری چتن؟ نه خیرم روش گپ نزدیم کاکا، نمیفهمم والا. صبر که حال خاطفا میدیم. اولاد بی تربیه، خدا میفهمه کاله کجاست. آیشه جان یک دقیقه امرای من میایی بیرون؟ چی شده زهر؟
آسیا مادر برات چیزی گفت؟ البته که میگه چنار درباره تو پرسید. میگه به اینجا آمده یا نه، به استانبول آمده یا نه. میگه همه چیز از مپات نکو، خوب نمیشه، همه قسم میگفت. خب تو برش چی گفتی؟ چی میگفتم دیگه چنار؟ دروغ گفتم به خدا قسم او را ندیدیم، او اینجا نامده. گفتم اگه میدیدم باز برات نمیگفتم مادر. دیوانه خود شدم. میبخش زهر، تو را به زحمت ساختم. قسم نگو چنار، به او خاطر نگفتم جانم، فقط خواستم که با خبر باشی. آسیا مادر خو مشناسی، اگه بالای چیز شک کنه باز بدونی که بک از خبر بته به استانبول میایه. من میترسم که ای بار ما را گیر نکنه. میفهمم زهر، اگه مرا در اینجا ببینه باز همون لحظه مرا بیرون میکنه. دیگه اجازه نمیده که نزدیک اولادایم باشم. ای خب بازم خوب است چنار، اگه او تو را ببینه باز از بین میبرید. بیوزو من نیمه جان شدم زحل، کمه نفس داشتم، او رام سحر ازم گرفت. بسیار روی بد کردم رایم، گپایی گفت که مثل خنجر به قلبم خورد. راستی ماما میره میخواستم بپرسم خلیل به دیدنت آمد؟ نامد، هیچ کس نامد. فکر میکنم که مرا فریب میداد، به نام خلیل میخواست که فریبم بده. های جانم. چنار، اگه دگه به هر خلیل باور کرده بری باز نتیجهش همه قسم میشه دیگه. میگم برات چیز نگویم اما چی کنم مجبورم میسازی. دخترم دیگه ازم روی گشتاند. وقتی که خلیل نامد باز فکر کرد که دروغ گفتیم، فکر کرد که میخواستم او را فریب بدم. گفت کاش که میمردی، به تو ضرورت نداریم. گفت که از اینجا برو گم شو. باور کنم میفهمم چی کنم چنار. سحر زیاد زدی است، یک بار برات فرصت داد اما دیگه دفعه حتی طرفت نمیبینه. حالا هر کاری که کنی اعتماد او را به دست نخواد آوردی. برات چند بار گفتم چنار، شاید که او آقا خلیل مرده باشه. برات گفتم که ناقوره میپالیم، کار ما ده خمیر میپالیدن است. اما برات فقط یک چیزه میگم چنار جان، دیگه پشت خلیله ایلاکو. بی خدا بنا حق جگر خونو میسازی. آسیا مادرم فردا خبر شده و به اینجا خواهد آمد. بازو وقت اولادای خودم دیده نخواد تانستی. به نظر من پیش ازی که او خبر شوه بهتر است که به مالاتیا برگردی جانم. بازو وقت میتونی که اولادایت ببینی. چطور؟ حق با توست. خدا خسته ساختم نشد باز تو را همراه خود اونجا بردم. سحرام زیاد جگر خون ساختم. دخترم حال دیگه بیشتر از قبل ازم نفرت داره. جانت جور باشه چنار، من هر جای همراهیت میایم، هیچ مشکل نیست. بیبی خلیل زیاد پالیدیم اما پیدا نکردیم. اگه بالای سحرام فشار بیاریم باز اوضاع خراب میشه، حتی به حد خاط رسید که هیچ کار دیگه نتونیم. چنار حالا دیگه خدا جگر خون نساز، اشکایت پاکو. اگه خواسته باشی به اتاقت برو. سر کاملا دیوانه شده، نشه که پیش خواهر و بیادر خود کدام کار کنم. میترسم که چیز نگویم. چیزی که از دست ما میامد انجام دادیم، دیگه شب خدا میسپاریم. ده هر جایی که باشی هیچ تشویش نکو، من همیشه همراهیت هستم. هر کاری که لازم باشه انجام میتم تا اولادای تو را ببخشن. دلت جمع باشه چنار.
خداوند از تو راضی باشه. اگه تو نمی بودی باز نمیفهمم که چی میکردم. کاش که یک کار کردم میتونستم چنار. حساب پرداختم اپک رفتم میتونیم دوسیار فردا میبینیم. بیاز وقت ما بسیار زیاد است. اما من قهوه خواستم عمر جان. نمیفهمیدم که حسابش خلاص میکنی. میبخشی ناوقت شده بود از خاطر عجله کردم. خب دیگه قهوه را نوشیدیم باز میریم. یک بار با پدرم زنگ میزنم که به تشویش میشه. عمر آمدی بچیم؟ پدر ما میخواستم امیره بگویم کارم کم طول کشید. کم نوقت خانه میایم. بلیاز خدا دیگه خانه بیا عمر بچیم. برای ما دیگه قبانه نکو زود بیا. پدر چی شده؟ ناراحت شدین ها؟ مریض هستین؟ نه خیر بچیم. به خاطر تو به تشویش شدیم. از او خاطر جانم منتظر مانده خوابم گرفت. به هر صورت سرناق به تشویش ساختم. درست است. چند دقیقه بعد میایم. کوشش میکنم که زود بیایم. شما هم استراحت کنید. درست است بچه. درست است. آها عمرم. آها بچه. تا وقتی که تو همراهی و آدم ها باشی مرا خواب میبره ها. از این میترسم که کدام بلای سرت نبیه بچه. در این وقت شب تکت مولات یا پیدا نمیشه. آخرین محترمان وقت حرکت کرده. پس چی کنیم ساله جان؟ لازم نیست که از امو شرکت تکت بگیری. اگر لازم باشه تمام تکت فروشی را دانه ببین. هر کاری که میکنی بگو. امشب باید تکت پیدا کنی. درست است خانم. کوشش خودم میکنم. خوب است. حالا دیگه برو که نه وقت نشه. درست است. یک دفعه ایره روان کنم باز کل چیز خوب میشه. فقط خدا کنه که چنار منصرف نشه. چنار باز چرا گریه میکنی؟ لطفا قسم نکو. بیبی من نمیتونم که تو رو در این حالت ببینم. چی کنم دیگه زحل؟ وقتی که فکر میکنم از اولادم دور میشه باز جگرم میسوزه. مجبور استی چنار. تا وقتی که در اینجا باشی باز کل چیز روز به روز خرابتر شده میره. میفهمم اما نمیتونم قسم تحمل کنم زحل. کوشش میکنم برای تکت پیدا کنم. تا صبح صبح دمالات یا خود بودی؟ امشب هنوز قدرت نامده. کاش که اونم دیدم میتونستم. سحر درو را خواب دادی؟
چی از دیگه؟ کاکا شما صبر کنین، من میرم میبینم. قدرت تو چی کردی ها؟ چی رقم بوی میدینه که نوشیدی؟ چرا قدر زیاد نوشیدی بیادر؟ مشکلت چی است؟ تو را چه غرض؟ ما بیادرت هستم، باید برم بگویی. چو باشه اگه کاکایم خبر شود قیامت میشه. با آن که بشنوم فکر میکنی ازش میترسم؟ پدر! قدرت چو باش قدرت طرف ما ببین، کمه به هوش بیا، چو باش. حالا بیا. الایم که قدرت جان لطفا آرام باش، اگه کاکایم خبر خود شد بیا که بریم. قدرت پدر! ما آمدم پدر! قدرت جان لطفا آرام باش، اگه قیامت خود شد. الایم که ما از اون نمیترسم، بار که بشنوم. چی گپ است؟ ای چی حالت است احمق؟ ببین چطور جان، من کی را میبینم. احترام تقدیم از پدر جان. بعضا هر چی میکنم تو را درک کردن نمیتونم چنار. من میگم که تکت مالاتی ها میخوایم برات بگیرم، اما تو میخوایی که قدرت ببینی. اگه کم دگام تا اینجا باشی باز مانع سهر شدن نمیتونم. بازم نوشیدی احمق؟ احمق تو چند سال هستی ها؟ خدای من. ای کاره نکو چنار، حاله نمیشه. بیازو میری بلی از خدا دا ای کار مداخله نکو. ای موضوع خانوادگی ما است. ما فکر نمیکنم تو در زندگی اصلاح شوی قدرت. چرا آدم رو به گپم گوش نمیکنی احمق؟ چی شده؟ فقط که توی کارا را نکده باشی. چرا قسم سر و صدا میکنی گویا کدام حادثه بزرگ شده؟ بیبی شرمم نمیکنه جوابم میده. قدرت لطفاً چوب باش. کاکا جان شما مغال نکنین لطفاً. اجازه بدین کی را بالا ببرم، همین که خوب شد بازم رش گپ بزنین. وقتی من سن تو بودم به این قسم حالت به خانه آمدن خوبان تا جرأت نمیکردم از نزدیک دروازه تیر شوم و پدر و مادرم احترام داشتم. مثل تو بی‌تربیه نبودم. وای بشنو و باور کن. قدرت چوب باش. من میفهم چه قسم دهنت باز نکنم. کاکا جان لطفاً کاکا آرام باشین لطفاً. کاکا جان لطفاً قهرتان اداره کنین، همین که خوب شد بازم رش گپ بزنین لطفاً. قهرتان اداره کنین لطفاً. این بار فقط به خاطر ما ببخشینش لطفاً کاکا جان لطفاً. بعد از این دیگه موتر بردن نمیتونی. این موتر کسی استفاده میکنه که حقش داره. بگی بچین. بعد از این موتر از تو است. یک توفه از طرف کاکا جانت است. بگی. اما کاکا. اما ماما نداره بچین. بعد از این موتر از تو است. این بچه احمق لیاقت موتر داشتن نداره. بیازو بچه اصلیتان چتن است. من خب فرزنده است و من موتر است نه؟ البته از تو هیچ چیز جور نمیشه. ناق به خاطر تو زحمت میکشم. خدا را شکر که چتن است. کم از کم سر بیادر زادیم زحماتم هدر نمیره. کاکا لطفاً قسم نکنین. قدرت هنوز بسیار جوان است، باید درکش کنیم. ناقصش طرفداری نکن. من دوایی را میفهمم. هر وقتی که قدرت آدم شد باز من سر خودم میبرم. بس است دیگه بس است. اینو بده. یگانه مشکلم این موتر است. این موتر برای زیاد ارزش داره. من میفهمم که امرای موتر چی کنم. گپای ناق نزن. قدرت کجا میری؟ قدرت تو مداخله نکن. برو او را ببین کدام بلای سر خود نیاره. قدرت استاد شده این حالت نباید رانندگی کنی. قدرت
چشمایت باز کن. چته چشمایت باز کن جان خواهر. من هیچ کاری نکرده. چشمایت باز کن. چته جان خواهر. بیادر چشمایت باز کن لطفا. لطفا چشمایت باز کن. بیادر لطفا گپ بزن. چته جان خواهر.